این های اسکول یکی از دبیرستان‌های بزرگ تورنتوه که رنکینگ بالایی داره. من دوره این مدرسه رو میخوام به شما نشون بدم که بزرگیشو ببینید. سالن اجتماعات داره، کتابخونه بزرگ داره، همونجور که گفتم کامپیوتر داره. البته کامپیوتر که همه مدرسه‌ها دارن ولی مجهزه مال بچه‌هایی که تو مدرسه درس میخونن و همونجور که توضیح دادم اکثر 90% یا 90% بیشتر مدارس کتابخونه‌های بزرگ داره، سالن جیم داره، استخر داره، بعضی‌هاشون حتی 2 تا استخر یا 2 تا سالن ورزشی دارن، سالن مووی دارن. بعد بچه‌ها از ساعت معمولاً 1:09 بستگی به منطقه داره تا 9 وارد مدرسه میشن، درسشون شروع میشه و تا ساعت 3 تا 3:30 که زنگشون بخوره تو مدرسه میمونن و ما باید به بچه‌ها نهار بدیم و یا اینکه یه هزینه‌ای به مدرسه پرداخت کنیم. مدرسه به بچه‌ها نهار میده و اسنک میده. اسنک همون تغذیه است. همینجور که میبینید مدرسه خیلی بزرگه و زمین بازی داره اینجا. بچه‌ها میتونن هر ساعتی که بخوان تو حیاط مدرسه بازی کنن، حتی روزهای تعطیل. ورود به حیاط مدرسه آزاده ولی داخل مدرسه نه. حتی مردم، همسایه‌ها، کسانی که اینجا زندگی میکنن میتونن بیان از حیاط این مدرسه ها استفاده کنن برای پیاده روی، دوچرخه سواری، ورزش کردن، حتی فوتبال و یا بازی‌های مخصوص، یعنی برای عموم مردم آزاده.